اولین تاجیکان پناه برده از اوکراین به لهستان صبح امروز به تاجیکستان آمدند. با خطسیر مخصوص شرکت لهستانی اینتر ایر 186 شهروند تاجیکستان به وطن برگشتند. دادخان قربانوف 4 ماه پیش برای استراحت به نزد فرزندانش که در اوکراین کار و زندگی میکردند رفته بود. او میگوید تا آغاز مناقشه ها وضعیت اینجا آرام بود، اما بعد آغاز جنگ مجبور شدند به استثنای یک پسر و نبیرش دیگر تمام اعضای عائله اول به لهستان پناه برند و بعداً به وطن برگردند. ما همونجا به اودیخ رفتم. 13 نوامبر ما رفتیم اودیخ. همین جنگ شد دیگه خودش نی چاکران دکاب مجبور شدیم چونی بمب بارون کردن. سرچه‌ام گفت که دادا بیتون مانتون گفت اونجا یک پسر ماند خلاص. این زن تاجیک مقیم اوکراین به فرق از دیگران در پی مناقشه های نظامی ضرر مالی دیده است. او میگوید همگی 1 سال قبل برای تجارت به اوکراین رفته بود و با سبب جنگ کارفرما معاشش را نداد. پولی که کار کردیم در دست کلانا بود ماند. گفتن خواهی است بروی پولاد میسنیسی. مجبور ما جانمو گرفته گرفتیم. طبق معلومات سفارت تاجیکستان در آلمان بیشتر از 1550 نفر شهروند تاجیکستان در پی مناقشه ها از اوکراین به لهستان رفتند و 350 کس خواهش برگشتن به وطن را دارند. قرار است بگاه امروز 11 مارس یک خطسیر مخصوصی دیگر برای انتقال باقی مانده ها انجام داده شود. امام علی سعیدزاد، آسیا پلوس.